تائو همه جا جاری است. همه چیز از تائو به وجود می آید. با این حال تائو چیزی را خلق نمی کند. تائو خود را به آنچه انجام می دهد می ریزد، ولی هیچ ادعایی ندارد. دنیاهای بیشمار را زندگی می بخشد، ولی وابستگی به آنها ندارد. از آنجا که به همه چیز آمیخته، در دل هر چیز نهان است. می توان آن را فروتن نامید. از آنجا که همه چیز در تائو نابود و ناپدید می شود و تنها تائو باقی می ماند، می توان آن را والا نامید. تائو از بزرگی خود بیخبر است، پس در حقیقت بزرگ است. او که در تائو تمرکز یافته می تواند هر کجا که دوست دارد برود، بی آنکه خطری تهدیدش کند. او هماهنگی کائنات را درک می کند، حتی هنگام درد و اندوه، زیرا آرامش راستین را در دلش یافته است. لذت موسیقی یا بوی خوش غذا ممکن است شما را از آنچه می کنید باز دارد، در حالی که کلام تائو یک نواخت و بیمزه به نظر می رسد. وقتی جستجو می کنید نمی یابیدش. وقتی گوش فرا می دهید نمی شنیدش. وقتی به کارش می گیرید بی پایان است. اگر می خواهید چیزی کوچکتر شود، نخست بگذارید خوب گسترده شود. اگر می خواهید از چیزی رها شوید، ابتدا بگذارید شکوفا شود. اگر می خواهید چیزی را به دست آورید، ابتدا آن را ببخشید. این درک ظریفی از قانون هستی است. نرم بر سخت غلبه می کند، آرام بر سریع پیروز می شود. بگذارید آنچه می کنید پنهان باقی بماند و تنها نتیجه را به دیگران نشان دهید. تائو هرگز عملی انجام نمی دهد، ولی همه چیز از طریق آن انجام می شود. اگر مردان و زنان قدرتمند می توانستند خود را در آن متمرکز کنند، دنیا خود به خود دگرگون می شد و به آهنگ طبیعی خیش باز می گشت. مردم به زندگی ساده و روزمره خود راضی می شدند و از هر آرزویی آزاد و رها بودند. وقتی آرزویی نباشد، همه چیز در صلح و آرامش است.